سلام وطن دوستان مبارز، رزمندگان آزادی خواه، قلم به دستان سلجو و بی سوادان شجاع. ملت غیور افغانستان در کشمکش و نبرد و ستم بالاخره با آرمان چند صد ساله خویش در راه رسیدن است. ما شاهد ایجاد سیستم های نوین و دموکراتیک می باشیم. ما باید از دست پاپا موبایل رایت از گفور که آقای جلسه جمهوری تو 28 ساله بچه از تو باید چی خرد تو چی باید تو اینجا برو تو خانم حزب ما غریب پرور بوده، همیشه با غریبان می باشد. ما یگانه حزب مردمی هستیم، حزب مردمی که با بینوایان و بیچارگان تا آخرین قطره خون ما خواهیم بود. سلام علیکم. چند نفر بابا بده یک زاد زندگی ما بسیار خراب. دکتر بوده استاد خیر باشه. کم کمک کن. انسان مفلوک، انسان بیوطن دور شو، دور شو، حقیقت دور شو. پیسه بگیره، پیسه بگیره. ما از زندگی هر انسان بینوا در کشور عزیز ما قادرانه دفاع خواهیم کرد. ما کدام مشکل را دیگر در افغانستان نمیگذاریم. ما با خلق افغانستان میباشیم. ما شرایط کاری را برای تمام افغان ها بشمول پیر 80 ساله تا 9 ساله کار برش برداریم. ما کار برای طفل 9 ساله میکنیم، سرش چوب میفروشیم، سرش خشت میزنیم و کار بر تمام افغان ها در سرتاسر افغانستان بشمول زنان، طفلان، پیران مساعد میباشد. ما اینجا آمدیم تا حزب خود را برای شما معرفی بداریم. حزب ما کارگر خواهد بود در سالهای آینده. بنان از شما تقاضای ماهی است 18 سال تمام است. 18 سال تمام مبارزه کردیم زحمت کشیدیم. همین اتفاقانی که به چوکیه ببینیم مورد اجازه بدیم